چقدر میتونه همینطوری زیر تاراج برسه؟ سوخت خوب یورو 5 یورو 6 این باید کار براش کرد. غیر از کار تحقیقاتی باید مواد مناسب بهش افزود که این سوخت بتونه جوابگوی اون معیارهای یورو 6 باشه. اون سوخت گرونتریه، سوخت ممتازه. شما وقتی که سوخت رو داریم به ثمن بخشش میکنی، چگونه بره این سوخت رو به زحمت با هزینه کردن به دست بیاره، بعد به ثمن بخش بده کنه؟ کجا بیاره؟ کجا بیاره؟ همش باید ما نفت بفروشیم دلارش رو دست بیاریم که این سوخت‌ها رو مفت بدیم دیگه بسودونن و تو حلق مردم بکنن آلایندگیشو. این نمیشه، به جای نمیرسه این قضیه. یه بنبست آقای بلدیان گفت دیگه، یه بنبست قاطع، یعنی ما باید درستش بکنیم. چیکار باید کرد آقای میرزایی؟ البته آقای میرزایی که فرمودن که گرونتر بکنیم، از من بحث گرونتر کردن نیست. همه شما میدونید بحث این است که ما مانع سقوط ارزش سوخت بشیم. سوخت افتاده به ارزش به 3 سنت 4 سنت. شما همه چیز رو افزایش دادین، سوخت رو سرش دارین میزنید. این قرنبست میرسه دیگه. الان رسیدی شما مصرف 130 میلیون لیتر در روز که نمیتونید جواب بدید. باید برید دلار خرج کنید. من فکر کنم سال دیگه با این روند باید 9 میلیارد دلار ما پول بدیم بنزین وارد بکنیم. خیلی ما نرسیدیم. واقعا این کار نباید کرد. باید اصلاح کرد. من راهش نیست که امنیت این قضیه. این هوشیاریه. ببینید آقا من وقتی میگم هوشیاری یعنی این. شما دلیلی ندارد که الان قیمت سوخت افزایش بدید که اون تو باید مردم بگید که بوجود چون این محدوده که محدوده سهمیه شماست. هنوز سهمیه‌تون چقدره؟ 60 لیتر دیگه. شما این 60 لیتر با هم رسید. هر کس بیشتر از این خواست بکنه تا قیمت واردات ما باید واردات بکنیم. میخواد نمیخواد خب مصرف نکنید. آخه باید زیر ساختش باشه که من ماشین شخصی نیارم، حمل و نقل باید درست باشه. زیر ساختش هست. هیچ دلیلی نداره که نه زیر ساختش که نیست آقا میرزایی. به خاطر حواسه امروز خودمون تاراج آقای مهندس الان شما سوخت رو که گرون بکنید طبیعتاً حمل و نقل دری هم گرون میشه. این تبعاتش برمیگرده به زندگی همه چی گرون میشه. همه چی گرون میشه. تاکسی گرون میشه. اتوبوس گرون میشه، مترو گرون میشه. همه اصلا قیمت سوخت افزایش قیمت سوخت ما محاسبه کردیم. اگه شما فکر کنم اشتباه محاسبه کردیم آقای میرزایی. محاسبه کردیم. تبعات روانیشه. دو درصد. حالا اون بحث دیگه است. اگه شما مهار بخواد کنید اشتراکی آزمایش کردن مشکلی نداره که ببینید این فوق درصد افزایش قیمت بقیه کالاها رو چون در ترابری اثر خودش میذاره. در این حده. ولی الان اصلا شما ببینید کسی که میاد مثلا برای شما از خونه‌تون با تاکسی معمولی میخواد برید یه قیمتی میدید دیگه، بعد میاد تلفنی سوال میکنید آقا واسه من بیا شما خدمات بدید. چرا گرون میکنه؟ چرا گرون شده؟ ببین نسبت گرون شده پلیسی بوده به خاطر تون سوخت بوده. نه. به دلیل اقتصاد کلان کشور که این اتفاق داره میفته. در مجموع پس اقتصاد کلان کشور یک بیماری داره. اون بیماری رو شما دارید به ضرب و زور مواد مخدری که اسمش سوخت هست دارید جبران میکنید. اصلا غلطه این قضیه. شما باید ریالتون رو ثابت نگردید. ارتوجیش که من دارم میخورم شخصا این هست. میگم دولت محترم بابا ریال ثابت کن، دلیلی نداره تو واسطش کنیم به دلار. این ریال ارزشمند سر پاش نگردان، مردم ندیگه اضافه حقوق میخوان. نه بازنشستگیشون میخوان تغییر بکنن. نه چیزی قیمتام ثابت میمونه.